در اون ضیافت حضرت رئیس جمهوری مکزیک هم در سخنانی علاقه عمیق ملت مکزیک را به داشتن روابط نزدیکتر با کشور ما در تمامی زمینه‌ها ابراز داشتند. حضرت رئیس جمهوری مکزیک در آن هنگام گفته بودند که سفر اعلیحضرتین به مکزیک چشمانداز تازه‌ای در دوستی میان ایران و مکزیک گشوده است. شاهنشاه آریامهر طی بیاناتی در ضیافت 19 اردیبهشت ماه مکزیک و در پاسخ سخنان حضرت رئیس جمهوری مکزیک پرزیدنت لوئیس آلوارز اچاوریا ضمن اشاره به وجوه مشترک ایران و مکزیک در زمینه‌های تاریخی و میراث کهن فرهنگی معنوی از وحدت نظر دو کشور در مورد مسائل و دشواری‌های جهانی یاد کرده بودند و فرموده بودند که انقلاب‌های اجتماعی ایران و مکزیک عمیقاً بشردوستانه و انسانی است. نکته دیگری که در بیانات شاهنشاه آریامهر در فرمایشاتشان در کاخ ملل مکزیک جلب توجه می‌کرد و به سراسر جهان توسط خبرگزاری‌های بین‌المللی مخابره شد این بود که تأکید فرمودند که ما برخلاف منطق استعماری صلح را برای همه، عدالت را برای همه و رفاه اقتصادی را برای همه و فرهنگ را برای همه می‌خواهیم و نیل به این هدف در درجه اول مستلزم تغییر اساسی نظام اقتصادی جهان و استقرار نظام جدید به جای آن است. اضافه می کنم که در ضیافت امشب گروهی از هنرمندان سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران و وزارت فرهنگ و هنر موسیقی سنتی و ملی ما را در پیشگاه اعلیحضرتین و میهمانان قدر اجرا می‌کنند. زده
جای تو کیه که کار افتاد میکنه کیه دون به چشمان سیاه و مست تو که لنایی میخونه شبها منو خواب میکنه کیه دون به چشمان سیاه و مست تو که لنایی میخونه شبها منو خواب میکنه اون دوتا چشم دروش دیدی یه وقت منو کش اون دوتا چشم دروش دیدی یه وقت منو کش دیدی یه وقت منو کش تا به اون چشم سیاه رو ندارم فقط اون نگاه ها رو ندارم چشم تو قصه تقدیر منه سرنوشت منو فریاد میزنه اون دوتا چشم دروش دیدی یه وقت منو کش اون دوتا چشم دروش دیدی یه وقت منو کش دیدی یه وقت منو کش دیدی یه وقت منو ای تو از گل برده میراث شکفتن را دوست دارم لحظه های از تو گفتن را از تو خواهم گفت با خشکی از تو خواهم گفت با دریا از تو با دیروز میگفتم از تو خواهم گفت با فردا از تو خواهم گفت با فردا از تو خواهم گفت با فردا ای تو از گل برده میراث شکفتن را دوست دارم لحظه های از تو گفتن را کاش روزی باد پیغام مرا میبرد تا هر دشت کاش روزی نعره‌ام بر سنگ ها میخورد برمیگشت کاش روزی باد پیغام مرا میبرد تا هر دشت کاش روزی نعره‌ام بر سنگ ها میخورد برمیگشت دره ها پر میشد از تکرار نام تو چشمه ها سر میزد از موج کلام تو دره ها پر میشد از تکرار نام تو چشمه ها سر میزد از موج کلام تو
از تو خواهم بود. خیر فارس به فکر افتادن که چطور خود مردم یک قدمی بردارن، یک قدم بزرگ برای کمک به یک کار خیر. خیلی خوشحال شدیم و امیدواریم که کارشون موفق تر بشه و امیدوارم در آتیه کسی از شبه خانواده مهمون برنامه ما بشه و درباره شبه خانواده صحبت کنیم. اجازه بدید قسمت هایی از برنامه جشن رو با هم ببینیم. ولی اجازه بدید که براتون بگم، شما که در نقاط مختلف مملکت نشستید، به ما در شیراز خیلی خوش میگذره. هوا بسیار خوب، مردم مثل همیشه مهربان. خیلی متشکرم. مردمی که امشب میبینید مردمان خیر فارس هستند. از نقاط مختلف فارس به اینجا آمدن. بعد ما سعی میکنیم که خانم‌ها آقایون رو راضی نگه داریم و برنامه‌ای که امشب ترتیب دادیم به سلامتی دوستان در اینجاست و امیدوارم شما هم که در منزل هستید از برنامه امشب لذت ببرید. چطوره که برنامه امشب رو با یکی از دوستان شروع بکنیم که امیدوارم برای شما حتما آهنگ‌های مختلف تهیه دیدن و امشب برای شما میخونن. خانم آقایون، خانم نسرین. سلام خانم. به حضور شما عرض کنم خانم نسرین، وقتی صحبت کردیم که به فارس میاییم، به شیراز میاییم، گفتن که من یک لباس محلی دارم و اون نمیپوشم. این به نظرم لباس قشقاییه ها؟ بله درست، مال قشقایی. بله. و کسایی که این لباس رو تن میکنن خانم خیلی خوب میرقصن، میدونید؟ خب والا نمیدونم، ولی اینقدر سنگین الان من که پوشیدم، چون 3 تا دامن رو همه. بله. نمیدونم، البته همینطوری میشه آدم قرش بده. بله. بله. و خیلی خوشحالیم که من فکر میکنم شما بس حتما آهنگ محلی نمیخونید، چون که لباس محلی به تن کردید ها؟ والا متاسفانه نمیتونم، این اشتباه هم بوده که یه آهنگ شیرازی باید یاد میگرفتم، حالا ایشالله برای دفعه بعد. خانم همه آهنگ شیرازی میدونن. الان میخواید من از خانم آقایون خواهش بکنم که همه بخونن برای ما اون آهنگ شما میدونید، آهنگی که شیرازیه؟ کدوم؟ دختر شیرازی. بخونید بینم. اونا بخونید خانم نسرین گوش بدن. 1 2 3. خیلی متشکرم. خیلی ممنونم خانم ها، خیلی متشکرم. خیلی ممنونم. بدونید چون تعداد زیاده، من فکر میکنم بیش از 2000 نفر، نزدیک 3000 نفر اینجا هستن و هر کدوم یک سازی میزنن، هر کی یک قسمتی. اینجا شما دختر شیرازی میخونید، اون قسمت همون نگاه اول اونو میخوندن. بله؟ بله. در هر صورت خیلی متشکرم و از خانم نسرین خواهش میکنیم که برنامه امشب ما رو شروع کنن. بفرمایید خانم. دستا خیلی شله. که غمهای مرا متچار باشی.
تو تنین شادی خنده های تو در شب من قاصد نوری بر رعای غمها سنگ صبوری اگر از راه نرسی شبا از بال میفتم سحر با تو میرسه اینو تو قصه ها گفتم واسه دلای خسته می روشنی امیدی واسه درای بسته می معجزه کلیدی شب تاریک سیاه با تو صبح روشنه بیا که اومدنه پشت شب رو میشکنه تو در شب من قاصد نوری بر رعای غمها سنگ صبوری اگر از راه نرسی شبا از بال میفتم سحر با تو میرسه اینو تو قصه ها گفتم بیا بیا تا به شبم ستاره باشی بیا که غمهای مرا دوچاره باشی بیا که با غربت من تو آشنایی بیا که تو تنین شادی خنده های تو در شب من قاصد نوری بر رعای غمها سنگ صبوری اگر از راه نرسی شبا از بال میفتم سحر با تو میرسه اینو تو قصه ها گفتم خیلی متشکرم مرسی خیلی ممنون عرض کنم که من امشب دو تا درد سر دارم یکی اینکه لباسم خیلی سنگینه یکم میکروفون دستم خیلی سنگینه در صورت میبخشین اگر که بعدشم عرض کنم که خیلی ها لابد وقتی منو از نزدیک میشناسن میدونن که من آدم دو شخصیتی هستم در مقابل دوربین و پشت دوربین الان چون دوربین جلومه یه مقداری سعی میکنم که خیلی آدم آرومی باشم من منتظرم که آقای غریبخش رو به من بگن که برنامه ضبط ما چون من دو سه تا تلویزیون ضبط کنم و بعد اون وقت سعی میکنیم که بیشتر با شما باشیم من یه مقداری الان مجبورم به خاطر دوربین و اینکه هی نگاه میکنم خودم نگه دارم بعد ببینیم که آهنگایی که شما دلتون میخواد که یه کمی همچین ریتمیک‌تر رو به قول آقای غریبخش ببینیم با این لباسه چیکار میشه که عاشق پرگشودن روزی 100 بار بمیریم برای زنده بودن با آینه قمر بودم هم صحبتی با دیوار خیره نگاه کردم به پرده پرغبار خسته بودن به ماننده بیمار چه حاصل چه حاصل بیا تو عاشق باشیم عاشق پرگشودن روزی 100 بار بمیریم برای زنده
مرسی وای قربونه دارم نیفتی زمین فدات شم از اونجا میفتی کنیم. خب عرض کنم که من شروع کنم از چون وقتی که می اومدم از صبح هی به من گفتن تو رو خدا امشب دیوونه شهر شما عاشقه رو بخون. من اینو براتون بخونم و همینطور سری بریم جلو تا موقعی که به من بگن دیگه نخون. دیوونه شهر شما عاشقه تازگی ما گریه رو زود سمر میده طفل دلش رو خیلی خیلی راحت به دست یاران ستمگر میده دیوونه شهر شما صورتش تازگی ما بستر دریا میشه درد و به جون میخره این دیوونه باری میختنه عشقش با ما میشه سوختن و دوست دارم چشم در دوختن و دوست دارم رنج پریشون شدن و دوست دارم هم تو دلم دوختن و دوست دارم عشقم نبود تو دنیا ما هیچ دلی شور نمیزد نیزن سوخت دل سازشو اینجور نمیزد سوختن و دوست دارم چشم به در دوختن و دوست دارم رنج پریشون شدن و دوست دارم هم تو دلم دوختن و دوست دارم دیوونه شهر شما عاشقه تازگی ما گریه رو زود سمر میده طفل دلش رو خیلی خیلی راحت به دست یاران ستمگر میده دیوونه شهر شما صورتش تازگی ما بستر دریا میشه درد و به جون میخره این دیوونه باری میختنه عشق دلش با ما میشه سوختن و دوست دارم چشم به در دوختن و دوست دارم رنج پریشون شدن و دوست دارم هم تو دلم دوختن و دوست دارم رنج پریشون شدن و دوست دارم هم تو دلم دوختن و دوست دارم
شهر نگات بر رعای من صبح بهاره صفای چشماتو چشم نداره صحرای دل من با تو سازداره بخون تو گوش من باز نوای مهربونی میخوام همیشه با من تو مهربون بمونی که شور زندگی توی چشماتون میگیره بیابان از آر دلم از جدایی هوا بمیره هنوز باور ندارم که رفتی از کنارم اگه بی تو بمونم زمستون بهارم بخون تو گوش من باز نوای مهربونی میخوام همیشه با من تو مهربون بمونی که شور زندگی توی چشماتون میگیره بیابان از آر دلم از جدایی هوا بمیره هنوز باور ندارم که رفتی از کنارم اگه بی تو بمونم زمستون بهارم بخون تو گوش من باز نوای مهربونی میخوام همیشه با من تو مهربون بمونی خیلی متشکرم مرسی دوستان ما خواننده های رادیو تلویزیون تا حالا برنامه اجرا کردن در میون شور و هیجان یار ناز من هم آواز من تو با من بمون تو با من بخون بگذار ما دوتا مثل عاشقا هم صداشیم هر جا باشیم یار هم باشیم هم صداشیم هر جا باشیم یار هم باشیم نینی چشم آروم آروم با نگام برات میده پیغون هم صداشیم هر جا باشیم یار هم باشیم هم صداشیم هر جا باشیم یار هم باشیم دستم رو بگیر چشم از من مگیر بشکن بشکنه قلبم میشکنه بگذار ما دوتا
مثل عاشقا هم صداشیم هر جا باشیم یار هم باشیم هم صداشیم هر جا باشیم یار هم باشیم بشکن بشکنه قلبم میشکنه بگذار ما دوتا مثل عاشقا سر راه هم تیکه تیکه مثل یه بارون چیکه چیکه هم صداشیم هر جا باشیم یار هم باشیم هم صداشیم هر جا باشیم یار هم تو از دو رنگی آریایی من اهل پیوند تو سرسپرده جدایی من گل نورینی که در سفید دم شکفته تو بوف کورینی که در کنج خراب خفته تو خود پرستیمی من از وحدت ما گفتم تو بی تفاوت من از عشق تو آشفتم یا به هم دیگه رسیدن یا ز هم بریدن یا به پای هم نشستن یا ز هم گسستن با همین گروهی که الان اینجا تشکیل و
خیلی هم خوشحالم که دومین بار که اینقدر پارسال به ما خوش گذشت اینجا و از مهمان نوازی دوستان هنرمندمون و مردم افغان ما برخوردار شدیم. سیما جان زرنگی کردن و این آهنگای افغانی رو، آهنگی که الان و بعدا هم حتما بیشتر یاد میگیرن، یاد گرفتن و دلیلش